اصلا سیاسی نیست امیرحسین، اصلا سیاسی نیست. خب خون دیگه. دارم میگم تحت تاثیر همون مسائلی که دور و برش بود بردنش، برای آقای رئیسی بردنش. ایشون میخواست بره قشم، آقای رئیسی میخواست بره مشهد، ایشونو بردن تو فرودگاه که به همدیگه رو ببینن. بعد بعداً هم روی ناوگان ارتش چیزی خوند و یکی اونم نمیدونم کی، فکر کنم فرمانده نیروی دریایی ارتش بود که ایشونو دیدن که خب یه آدم معروفی شد و خیلی چیز داره، مخاطب داره، رفتن اون کارو کردن. و امیرحسین واقعا آدم چجوری بهتون بگم، واقعا آدم باهوشیه. یعنی جزء ببینید شما شعراشو ببینید، شما موزیکشو ببینید. من ایشونو سال 88 بردم، عرض میکنم من بردمش، ما چون توی ستاد آقای میرحسین بودیم، بردمش، یه خانمی بود مسئول ستاد هنرمندان بود و اینا، بردمش پیش ایشون، گفت من میسازم. اومدیم منو با ماشینش رسوند خونه، رفت تا یه جایی، یه استدیوی، نیم ساعت بعد به من گفت عمو خوبه، پشت تلفن برای من خوند. خب شما این آدم خیلی باهوشه. خوند و بعد ما اومدیم و سی دی کردیم و فلان تکثیر کردیم و اینا، که ما شب داشتیم رفتیم میدون ونک، دیدیم همه تو ماشیناشون گذاشتن دارن گوش میدن. گوش میکنین؟ خیلی آدم باهوشی، یعنی میشینه در عرض یک ساعت برای شما براش زندگیتون رو تعریف کرده باشه، همه رو با شعر میگه. و آهنگساز خوبیه. خب آدم باهوشیه، نه اینکه آدم باهوشی نباشه، ولی نمیتونه هوشش تو اون کاناله دیگه، تو اینکه خودش رو حفظ کنه نبوده متاسفانه. این چیزی که فرمودید